1 2 3 سلام. دوباره دعوا. ببین ستاره من جرت میدم. دعوا تو نمیتونی من بگی چجوری نگات کنم، همونطور که من نمیتونم به تو بگم این کارو بکن کار نکن. درست میگم؟ و باز هم دعوا. از چشات داره بدی میباره، تو از چشات انرژی بدی میباره. به جزیره دعواهای ابدی خوش اومدین. جایی که همه آدماش خیلی خیلی بلا تکلیفن، حتی بلا تکلیفتر از شلوار نگین جان. جایی که مجری برنامهش در طول ضبط برنامه یه فشاری رو روی کارگردان و تیم کارگردانی میذاره تا یه چیزی در قالب حجاب روی سرش قرار بدن، ولی وقتی برنامه تموم میشه میگه حجاب چیه؟ چرا باید خودمو اذیت کنم؟ چه کاریه که بخوام هی دنبال یه چیزی بگردم بذارم رو سرم که مثلا کسی ناراحت بشه. جایی که توش هر شاهکاری یه کپی بی‌ارزش داره. اینم از شاهکار. و اینم از کپی بی‌ارزشش. خدایا مرسی که من خالق مشلوقات کردی. در کل هر اسمی میتونه برازنده این برنامه باشه بجز عشق ابدی، ولی تا الان برازنده ترین اسمی که براش وجود داره همین دعوای ابدی و البته کارمای ابدیه. حالا شاید بپرسین چرا کارمای ابدی؟ شایدم نپرسین، ولی به هر حال من با سند و مدرک حرف میزنم. توی این برنامه هر کاری رو انجام بدی و هر حرفی رو بزنی خیلی زودتر از چیزی که فکرشو میکنی به سمت خودت برمیگرده. مثال بزنم؟ چشم. مثلا توی این ویلا ممکنه که شما یه لیوان رو پرت کنی به سمت یکی و کمتر از یک هفته بعد همون لیوان به سمت خودت برگرده. بیا یکی از جالب ترین بخشای این فصل هم اینه که تقریبا تمام زوجایی که توی این فصل وجود دارن از قبل با هم دیگه بستن و با برنامه ریزی وارد برنامه شدن، ولی هر کدومشون اعتقاد دارن که فقط خودشون واقعیین و بقیه کاپلا فیکن. دائما هم سر این موضوع با هم دیگه دعوا دارن. نه شما دوتا فیکین، فقط ما واقعیم. اتفاقا برعکس، شما دوتا فیکین، ما واقعی. حالا جالبه که این وسط زوجی که هنوز توی برنامه لو نرفتن، یعنی دکتر ساناز و امیر همایون، اعتقاد دارن که اصلا مهم نیست همو از قبل میشناسین یا نه، کیفیت رابطه مهمه. اصلا اینجا هر کی میشناسه یا نمیشناسه، من یه خواهشی دارم از همه عزیزان، لطفاً دقتمون رو بزنید تو کنترل اون رابطه، تو کنترل کیفیت اون رابطه. نه عزیزم نه باید بگم حالا ما اصلا قرار نیستش که بهش جو بدیم، ما باید ببینیم کیفیت اون رابطه به چه مرحله میرسه، چه کیفیتی داره، آیا واقعیه یا واقعی نیست. البته این حرفا تماما در این جهته که وقتی رابطه خودشون لو رفت بتونن کیفیت رابطه 7-8 ساله زن و شوهریشون رو بکنن تو چشم بقیه. و خیلی هم جالبه که این زوج از همه ضایع‌ترن و تنها زوجی هم هستن که لو نرفتن. دلیلش هم میتونه قدرت بازیگری ساناز جان باشه. ماشاءالله ایشون توی وانمود کردن بی‌نظیره. فقط یه کوچولو مسیر رو داره اشتباه میره، اونم از این جهت که فکر میکنه هر چقدر بیشتر به همایون گیرای الکی و مسخره بده این رابطه واقعی تر به نظر میاد. حتی جدیدن این داستان رو باز کرده که 2 نفر دیگه دارن بی ربط به ساناز با هم اونور بحث میکنن، ولی ساناز تصمیم میگیره ناراحت بشه. اونم از کی؟ از امیر همایون. من الان اذیت میشم، خودم خوشم نمیاد. شما توجه تو کامل اون لحظه باید بذاری رو من. اون لحظه همه نشست. نمیخوام آقا، من مگه ملل میشم از کسی دفاع کنم؟ یا حتی حاضره که این انگو به آقایی بچسبونه که اون از یه نفر دیگه خوشش میاد، نازنین، فقط برای اینکه رابطه خودش لو نره. به سمت یک نفر داری این دفاع انجام میدی. به سمت خود یه نفر. کاملا نازی، کاملا نازی. احتمالاً دلیلی هم که ساناز جان دوست نداره رابطه فیکش در عین حال که خیلی با کیفیت لو بره اینه که خیلی مؤدب، ادب توی زندگی خط قرمزشه و نمیخواد سر این موضوع با کسی بحث کنه، بیادبی کنه یا کسی بهش بیادبی کنه. ادب و احترام توی زندگی خانم دکتر از جایگاه خیلی خیلی ویژه‌ای برخورداره و ایشون این موضوع رو بارها و بارها توی برنامه، توی لایو، استوریا، پستا و هر جایی که دستشون رسیده به ما یادآوری کردن. خوب نگاه کنید این قسمت رو. من کاملا با احترام و آروم توضیح دادم. نه دعوا کردم، نه داد زدم، نه حمله کردم، چون برای من ادب و احترام همیشه از هر چیزی مهمتره. واقعا نرمال ترین آدمی که تو ویلا دیدم نگین بود و خیلی شبیه خودم دیدمش، وگرنه اگه میخواستم خیلی راحت میتونستم صدامو بلند کنم و داد و بیداد راه بندازم، ولی هار شدن جلوی دوربین که هنر نیست. به نظر من چه نگین باشه چه هر دختر دیگه‌ای هیچکس حق نداره اینجوری باهاش برخورد بشه. خب اینم یه فریم بود از علاقه خانم دکتر به ادب و احترام. البته خانم دکتر در عین حال که علاقه ویژه‌ای به ادب و احترام داره، بعضی وقتا هم میبوساتش، میذارتش یه گوشه و هرچی از دهانش در میاد به هر کی دوست داره میگه. نه عزیزم، هیچ کس اسم پدر منو نیاورده. این لقمه چون اسم پدر منو آورده اینو بیچاره میکنم. زاده تو اگه جرأت داری جاتو به من نشون بده، ببین چطوری میتونی خلاص بشی.
زاده بیشرف، تو خیلی گوه خوردی اسم پدر منو میاری تو دهن لجنت. هر روزم که داری خونه عوض میکنی، جای ثابت که نداری، 2000 نکنه خونه زندگی نداری، هر شب یه جایی. جی پی اس هنگ کرده اونقدر در چرخشی 2000. حالا شاید براتون سوال باشه که کی تونسته خانم دکتر رو به این حد از عصبانیت برسونه که همچین الفاظ رکیکی از دهان مبارک ایشون خروج کنه. بله دوستان، معرفی میکنم این شما و اینم شرکت کننده جدید دنیا جان. نمیدونم چرا ولی دنیا تا الان وایب فرناز فصل قبل رو بهم داده، در حالی که این دو نفر هیچ ربطی به هم ندارن. حالا باید یکم صبر کنیم برنامه بره جلوتر تا ببینیم که دنیای قصه ما کجای این ماجرا قراره پا بذاره رو دم خانم دکتر و خشمشو برانگیخته کنه. حالا برسیم به موضوعی که واقعا ذهن همه ماها رو درگیر کرده. اگه واقعا قرار باشه ماها به عنوان مخاطب رأی بدیم، با این حجم فیک بودن رابطه‌ها به کی رأی بدیم؟ هیچ نگران نباشین دوستان، چون جواب این سوالم پیش خانم دکتره. گویا تمامی کاپل‌های برنامه از قبل هم میشناختن، دخترا رو میشناختن و گویا بعضی از پسرها هم پسرها رو یا بالعکس. من و شما اصلا چجوری باید رأی بدیم؟ ما باید اونی که فتنه نیست، بی‌شرف نیست، عوضی بازی در نیاورده تو برنامه، حیوان نبوده، بددهن نبوده، موذی نبوده، بیشعور نبوده، آدم حسابی بوده واقعا به معنای واقعی. ما باید اینجور آدم‌ها بها بدیم. بله درسته. حالا کی تا اینجا فتنه نبوده؟ بیشرف نبوده؟ عوضی بازی در نیاورده تو برنامه؟ حیوان نبوده؟ بددهن نبوده؟ موذی نبوده؟ بیشور نبوده؟ و آدم حسابی بوده واقعا به معنی واقعی؟ خب معلومه 100% ساناز و امیر همایون، یعنی رأی همه ما باید این دو نفر باشن. مرسی از خانم دکتر بابت این راهنمایی کاربردی و دقیقشون. آخه ما چجوری میتونیم به یه آدمی که هیچ خصوصیت بدی نداره، تازه دکتر هم هست و خودش از بقیه بالاتر نمیبینه و نمیگیره، رأی ندیم؟ اصلا ما کی باشیم که به خانم دکتر رأی ندیم؟ مردم یه کوچولو فکر میکنم دوست دارن که کسایی رو ببینن، نمیخوام این لغت رو بیارم ولی بیشتر دوست دارن کسایی رو ببینن که از خودشون شاید پایین‌ترن. این مردم دوست دارن کسایی رو ببینن که برن بهشون بگن وای ما چقدر زندگیمون خفنه، ما چقدر از اونها موفق‌تریم، چقدر حس خوبی میگیرن. وقتی که آدمای یه کوچولو ضعیفو میبینن، میدونی حس برتری به آدما میده انگاری. من از مردم بالاترم و مردم نمیتونن از خودشون بالاتر رو ببینن. یکی از آدمایی هم که نتونست از خودش بالاتر رو ببینه کسی نبود جز نگین فضلی. یکم حساس اون روزی که شما جدید اومده بودیم برگشتین گفتین که من باورم نمیشه تو این جمع دکتر مهندس باشه واقعا. من چرا نزدم؟ ما مدرک ببینم باور آره این حسابشون برخورده، برای همین شاید شما هم حس سوسو بودن. نگین جان خواهش میکنم ما رو به قسمت دوم این برنامه که نیم ساعت مدرک خانم دکتر توی دوربین بود بر نگردون. ولی به هر حال دکتر جان اگه اینجوری فکر کردن آرومت میکنه که تو از بقیه آدما بالاتری و باعث میشه اخلاقای بدتو نبینی، فعلا خودتو اینجوری قانع کن، ما مشکلی نداریم. بگذریم از فصل 4 برنامه بگیم، فصلی که قراره توش پسرا با مادراشون شرکت کنن. یعنی همونطور که قبلا هم حد زده بودیم برنامه عروس و مادر شوهری که تازه تیزرش و آگهی جذب شرکت کنندش توسط تیم عشق ابدی پخش شده در واقع همون فصل 4 عشق ابدیه و این بار اینو من نمیگم، مجری برنامه میگه. بچه تو فصل 4 عشق ابدی تغییر بزرگی داریم. این که پسرهای عزیزمون شرکت‌کننده آقا همه با ماماناشون تشریف میارن و ما عروس‌ها و مادر شوهرها رو با هم در ویلا داریم. میخوام بهتون دختری رو معرفی کنم که اولین بار کلمه فتنه از روی این آدم ساخته شد. کسی که تمام تلاشش رو میکنه تا رابطه بقیه رو به هم بزنه، توی هر لحظه، هر مکان، هر ثانیه و هر ساعتی براش فرقی نمیکنه و اون آدم کسی نیست جز ستاره. شو چرا عین یه وایساری اونجا با ضربی فقط رابطه خلق کنی؟ تا اونا آشنا میشن میگی رابطه اونا، رابطه خودت اصلا این همه کار کرد ریختی رو خودش. ما آشنا شدیم بدون اینکه بدون اینکه ریختی رو ما. یکی دیگه از درد تو آشنا شد میریزی اون. میای نه با هر کی کانچر هر رابطه‌ای اون فقط میخواد یعنی یه پست فقط ستاره جان علاوه بر اینکه رازدار بودن خودشو بارها و بارها بهمون ثابت کرده، این بار بهمون ثابت کرد که یه استاکر قوی و حرفه‌ای هم هست. استاکر یعنی چی؟ استاکر یعنی کسی که به شکل وسواسی و آزاردهنده یک نفر را دنبال و زیر نظر میگیرد. این دنبال کردن میتواند حضوری باشد، مثلا دائم جلوی خونه یا محل کار طرف ظاهر شدن، یا آنلاین چک کردن مداوم شبکه‌های اجتماعی، ساختن اکانت فیک، پیگیری همه فعالیت‌ها. فرقش با علاقه یا کنجکاوی اینه که استاکر معمولاً مرزهای شخصی طرف مقابل را رعایت نمی‌کند و باعث ترس یا ناراحتی او می‌شود. مثال ساده، کسی که بعد از تمام شدن رابطه هر روز پیج طرف را چک می‌کند، با اکانت‌های مختلف پیام می‌دهد، دوستانش را زیر نظر می‌گیرد و ول نمی‌کند، رفتار استاکری دارد. نتیجه ستاره یه استاکر حرفه‌ایه. کلا ستاره خار. ستاره خار نداره، ستاره کرم داره.
اونم نه به میزان کم، به مقدار خیلی خیلی زیاد. علاوه بر ستاره رفیقش تینا هم کرم داره و اونم به مقدار خیلی خیلی زیاد. البته من برای تلاشی که این دو دوست عزیز برای منفور شدن میکنن واقعا احترام قائلم و برام قابل ستایشه. خلاصه توی این جزیره به اصطلاح عشق تنها چیزی که ابدی دعواهاشونه. پس بریم برای تماشای شاهکارهای جدید خشن‌ترین برنامه عشقیابی. من برای اینکه احساسی ایجاد نشه داشتی واقعا داری من اینو میذارم پای حساب این غرور شما. از این رفتارات من اینو میذارم پای حساب غرور شما. نه نمیتونی بذاری پای غرورم. دوربین هست اینجا، همه چیزو دارن میگیرن. یا شما هیچ حرکتی سمت من نکردی، هیچ حرف خوبی هم به من نزدی. چه حرف خوبی زدم؟ میشه هیچ حرکتی شما سمت من نکردی، هیچ حرف خوبی هم تا حالا به من نزدی. میشه بگی که بقیه هم هموطنان شما جواب منو بگو. نه بگو من هیچ مووی سمت شما نداشتم. شما وقتی من دلیل این همه گردن نگیر شدن یهویی فرزامو متوجه نمیشم. والا ما که این رفتارهایی که نگین گفت و ندیدیم چون احتمالاً پشت دوربین بوده، ولی چیزی که توی دوربین هم دیدیم بهمون این حسو منتقل کرد که فرزام از نگین خوشش میاد، که اگه خوشش نمیومد هیچ دلیلی نداشت که بعد از بازی بوسبوسیشون نگران و ناراحت باشه که نکنه یه وقت نگین ازش ناراحت شده باشه چون فرزام رفته با ستاره بازی کرده. تو وقتی از یکی خوشت بیاد رو اینجور چیزا حساس میشی. تو که خودت اصلا سنت اومدی اینجا 28 گفتی، اون روز کیملی که تو اشتباهی نشون دادی سنت 31. واسه چی الکی میای سنت 40 سالمه؟ آره اسکول اعتماد به نفس نداری. میخوای فقط چهره نازنین رو داشته باشیم وقتی سن واقعیش جلوی دوربین رو شد. حالا متوجه شدین که چرا یک ماه پیش اومد لایف گذاشت و بدون هیچ دلیلی و اینکه کسی ازش بپرسه گفت من سنمو تو برنامه دروغ گفتم، گفته بودم 28 و 31 سالم بود. ها ها ها. واسه یه همچین روزی بود که وقتی این قسمت پخش شد بیاد بگه من که خودم گفته بودم سنمو دروغ گفتم، شما چیز جدیدی اضافه نکردین. الانم نمیتونین به من انگ دروغ گویی بزنین چون من خودم گفتم 28 سالمه. آخ 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 نازنین زرنگ و باهوش. یه خود فکری هم باید به این قضیه اهمیت بدی. یه خود احساس کنم تو مغزت همچین چیزی نیست، چون هی میگی هی چون تو مغزش پهنه که الان باید بریم دعوا کنیم، بیاین تو دعوا، رقص تموم شد بریم تو دعوا. باحال نیست به نظرم. نمیدونم جذابیت خانم به اینه که یه خود صلح طلب و آرامش برقرار کنه. قدم برداشتن خیلی سریع پویا رو از مسیر منفوریت به سمت محبوبیت شاهد هستیم. از زمان ورود نگین به ویلا تحولات مثبت و خوبی توی پویا شکل گرفته که اگه همینجوری ادامه بده احتمالاً تا چند قسمت آینده به یکی از شخصیت‌های محبوب تبدیل میشه. بعد شماها مرد نیستین؟ این آقا بلند میشه اینو به من میگه، یکیتون نمیتونه حرفی بزنه؟ تینا جان جمع نمن لطفاً. نه واقعا الان میخوام بدونم الان شما این حرفو به من زدی، ادامه حرفتو بگو. ادامه حرفت چیه؟ مرسی از اتاق فکرت که این چند ساعت وقت گذاشتین به این قضیه پرداختی و من موضوع رو اون موقع گفتم، اون موقع هم تمامش کردم و گفتم در صورتی که به من بی‌احترامی بشه من اینطوری جواب میدم، بی‌احترامی اگه بهم بشه همونجوری جواب میدم به همین راحتی. مرسی از سورنا که اتاق فکر و تیم داشتن تینا رو آورد جلوی دوربین و این خیلی هم منطقی به نظر میرسه چون تینا و سورنا صبح با هم بحث کرده بودن و اون بحث کلا تموم شد. بعد تینا رفت با تیمش مشورت کرد و تصمیم گرفتن این موضوع رو دوباره اینجوری بیارن بالا. لحظه اولم که اومدم ذاتاً خیلی دوست داشتم. عزیزم شما میشینی ویدیوهای ما رو میذاری اونجا میشینی راجبش نظر میدی. شما دنبال تصویری. من دوست ندارم. ما اصلا دنبال تصویر باشم. من دوست ندارم که عینتو دهنمو باز کنم. شما تصویر داشتین. من دوست ندارم چی تو خودت دیدی؟ احساس میکنم یکی از بخشای طلایی زندگی ستاره اینه که یه یوتیوبر با 100k سابسکرایبر توی یوتیوب به نام نگین فضلی به ویدیو ایشون ریاکشن رفته، وگرنه انقدر تکرار و تمرکز روی این موضوع خیلی عجیب به نظر میرسه، اونم وقتی که خودتو قربانی این ماجرا میدونی و وقتی کسی راجبش صحبت میکنه ناراحت میشی در حالی که خودت دائما داری راجبش صحبت میکنی. ما مشکلمون حل نمیشه عزیزم، حل نمیشه، واقعا مشکلمون حل نمیشه. مشکل با همه حل میشه، مشکل فقط با من. مشکلم با تو حل نمیشه، از سر بهونه هم نمیگم،
مثل روز برام روشنه که ما مشکلمون حل نمیشه. دنبال بهانه هم نیستم. این دیالوگ بین تینا و پویا میتونه بین تک تک مخاطبای برنامه و تینا به همین شکل وجود داشته باشه. الان شما تصور کنید من یه مخاطب فرضی، ما مشکلمون حل نمیشه عزیزم، حل نمیشه، واقعا مشکلمون حل نمیشه. مشکل با همه حل میشه، مشکل فقط با من مشکلم با تو حل نمیشه، از سر بهونه هم نمیگم، مشکلم واقعا با حل نمیشه، مثل روز برام روشنه. احساس می‌کنم به خاطر بازی دیشب بکنم. نه اصلا پویا جان من این چیزا رو میبینم دیگه. مثلا من میرم بالا میام پایین میبینم هار داریم با هم دیگه میخندیم. هار که چرا عزیزم بحث پنهانکاری نیست. میگم اگر ریلیشنی بین ما بود حالا من میگفتم من همین رو میگم دیگه. تو محله آشنایی بودیم، هار خنده هم والا نه پنهونی بوده نه پشت در بسته بوده نه چیزی. جلوی 10 تا دوربین و 10 نفری که اینجا هستن بوده دیگه. چرا یه جوری جلوه‌اش میدیم مثلا انگار من توی رابطه بودم، نه رابطه‌ای نبوده، لاسی زدم مثلا، ولی خیلی جالب نیست بعد اون دیشب بیای الان اینجوری راجع به من صحبت. تینا جان مگه شما خودت دیروز نیومدی بگی که من و پویا دیگه در حال آشنایی نیستیم، هیچ چیزی بینمون نیست، شاید بتونیم یه رفاقتی رو ادامه بدیم؟ پس این همه حساس شدن توی رفتارهای پویا برای چیه؟ من بردم به همه اعلام میکنم، من هر جا دلم بخواد وای میسم، هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه، هر کی هر حرفی دلش بخواد میزنه، کسی نمیتونه بهش بگه این کارو نکن حالم بد میشه، اینجوری نکن اونجوری نکن. من نمیپذیرم. تمام بفرمایید. خب پس چرا خودت دخالت می‌کنی؟ چه دخالتی کردم؟ من با کارگردان اینجا شوخی میکنم دخالت میکنی، ما شوخی نداریم. به شما ربط داره من با کارگردان شوخی دارم؟ به شما ربط داره من با کارگردان شوخی دارم؟ پس حرفو نزن. پس بچه‌ها متوجه شدین که چی شد؟ هیچکس حق نداره به تینا بگه چیکار بکن چیکار نکن، با کی حرف بزن با کی حرف نزن، کجا بشین کجا نشین، اینجا وایسا اونجا وایسا. هیچکس حق همچین چیزاییو نداره. ولی تینا میتونه واسه همه مشخص کنه که حتی با کی حرف بزنن و با کی حرف نزنن. یعنی تک تک جملات این دختر از منطق لبریزه. خلاصه که توی این ویلا فقط یه چیزه که هیچ وقت تموم نمیشه و اونم چیزی نیست جز دعوا. به هر حال اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک، ساب، کامنت، شیر یادتون نره. اینو بدونین که من خیلی دوستتون دارم. خیلی زود با ویدیو جدید برمیگردم. بوس بهتون و خدافظ.